سنگ تهداب 8 باب مکتب در مناطق دوردست ولسوالی های پشتونکوت، المار، قیصار، چلگزی و شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به زمین گذاشته شد. به گفته مسئولین ریاست معارف فاریاب، با اعمار ساختمان جدید برای 8 باب مکتب برای بیشتر از 3000 دانش آموز زمینه آموزش معیاری با امکانات پیشرفته مهیا می شود. آنها افزودند به منظور تطبیق متوازن پروژه های انکشافی در یک ماه گذشته سنگ بنای 6 باب مکتب دیگر را نیز به ارزش بیشتر از 86 میلیون افغانی در ولسوالی های دولت آباد، گرزیوان، خوجه سبزپوش و شهر میمنه مرکز این ولایت گذاشته اند. شاهد تعداد گذاری 8 مکتب هستیم در ولسوالی مختلف که ولسوالی چلگزی است، ولسوالی المار است، ولسوالی قیصار است و ولسوالی پشتونکوت همچنین مرکز میمنه. در تقریبا 118.4 میلیون افغانی بودجه مجموعی پروژه های ما می باشد و بیشتر از 30,000 شاگرد از آن مستفید می شود. در عین حال شماری از باشندگان ولایت فاریاب از کارکردهای مسئولین ریاست معارف فاریاب قدردانی نموده می گویند در چندین سال گذشته خدمات چندانی برایشان ارائه نشده بود و فرزندانشان در فضای باز و یا در خانه‌های کرایی آموزش می‌دیدند. در خانه مثلا دیگه کم تو غریبانه اون طرف یک کرایی گرفته بودن، در اون یک طرف یک اندازه بچه‌ها دیگه در سایه میشید، یک اندازه پیتاب و سوزان هم تو گذاره میکرد. حالا خیلی فضل خدا شد همین مکتب که انشالله جور شود آبری همین کل مردم هست، انشالله اولادا بسیار آسوده میشه. و از اثر توجه امارت اسلامی افغانستان در این تو یک نقطه دوردست که توجه مبذول داشتن و ایده تعداد گذاری کردن و اعمار میشه، اولاد و مردم از این علم ادب میآموزه. این باعث افتخار ماست. این گفته ها در حالی مطرح می شود که روز گذشته ساختمان یک باب مکتب نیز به ارزش بیشتر از 16 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد. قمرالدین پویا عزیز، رادیو حریت، ولایت فاریاب.